درود دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اینجا کانال بنیارده. امروز قرار پارت 2 آنال کارر شنل قرمزی یعنی داستان هانسل و گورگ رو تعریف کنیم. داستان بسیار جالبی که با اصل خودش خیلی فرق داره و بسیار خشونت‌آمیزتر از پارت قبلی خودشه. اگه پارت اول رو ندیدید پیشنهاد میکنم برید و پارت اول رو نگاه کنید. مطمئنم پشیمون نمیشید. بدون هیچ معطلی بزنید بریم. داستان از جای شروع میشه که بدنهایی بدون جون شنل قرمزی، مامان شنل قرمزی اما مادر بزرگو میبینیم که تیکه پاره روی صندلی افتادن و همه جا پر از خونه. ما عکسی از هانسل رو میبینیم که زیر اون یک سری از نوشته ها پدیدار میشه. کجا بودی؟ هی همه این اتفاقات افتاد. هی همه ما کشته شدیم. هانسل، گورگ رو بکش. هانسل به دنبال گورگ در حال قدم زدن تو جنگله و با خودش میگه که باید هر چه سریعتر گورگ رو پیدا بکنه، بکشه و از اینجا فرار کنه. هانسل بعد از اینکه برای چند دقیقه قدم میزنه به جسد حیواناتی میرسه که به عجیب ترین حالت کشته شدن و در همون حین یکی از اونها شروع میکنه به صحبت کردن با هانسل. He's not just a wolf. You need to kill him. He has our souls. Save me, please. هانسل متعجب از اینکه اون حیوان مرده چطوری تونسته باشه ارتباط بگیره به سمت خونه مادر بزرگ راهی میشه و بتونه کار گورگ رو برای همیشه یکسره کنه. هانسل وارد خونه میشه، اسلحه خودش آماده میکنه و شروع به گشتن خونه میکنه. چیزی پیدا نمیکنه تا اینکه بوی بدی به دماغش میخوره. وارد اتاقی میشه که بوی بد ازش میاد و جسد مادر شنل قرمزی رو پیدا میکنه و همچنین یه متنی کنارش که داخلش نوشته نمیدونم که کی میتونم خودمو مخفی کنم. احساس میکنم داره بهم نزدیک میشه. تو نفر بعدی هستی. در همون حین حسش شما هانسل بهش میگه که گورگ نزدیکه. شروع میکنه به گشتن خونه و به محض دیدن گورگ یه تیر به چشم راست گورگ میزنه. از بخت بد هانسل گورگ یه حیوان عادی نیست. با سرعت زیاد پشت سر هانسل میره و صورت هانسل رو به شدت زخمی میکنه. هانسل هر طور که هست خودش از زیر چنگال‌های گورگ در میاره و شروع به شلیک میکنه، ولی گورگ اصلا براش مهم نیست. هانسل هر طور که شده میخواد از خونه بزنه بیرون. این کار رو انجام میده و گورگ رو یه چند باری سر راهش میبینه. به مسیر خودش ادامه میده و به خونه بعدی میرسه. هانسل از ترس گورگ میره تو خونه و کشو رو جلوی در میذاره تا گورگ نتونه وارد خونه بشه. هانسل که فکر میکنه گورگ از اونجا رفته نفس راحتی میکشه و یک دفعه چشمش به پنجره میفته که گورگ داخل پارت قبلی اونو شکسته بود. هانسل در حال نگاه کردن به دره که یک دفعه چشمش به جنازه شنل قرمزی میفته. با وحشت به خودش میگه هانسل میخواد داخل یکی از اتاقا قایم بشه. دریو انتخاب میکنه که بوی بدی از پشتش میاد. بعد از چند دقیقه وارد اتاق میشه و مادر بزرگ رو داخل شرایطی وحشتناک میبینه. هانسل با خودش میگه که نمیخواد نفر بعدی باشه، ولی همین الانم خیلی دیره، چون که گورگ همین الانشم با هانسل داخل اون اتاقه. You have nowhere to escape. Your fate is sealed. You will end up like them.
تو نجاتمون ندادی. حالا ما برای همیشه باید عذاب ببینیم. تو الان یکی از مایی هانسل. در آخر دیدید که هانسل توسط گرگ کشته میشه و روحش به جهنم فرستاده میشه، جایی که شنل قرمزی و بقیه اعضای خانواده‌اش اونجان و به هانسل میگن که تو نتونستی ما رو نجات بدی و قرار روحت تا ابد اینجا عذاب بکشه. میتونیم این نتیجه رو بگیریم که گرگ داستان ما یه گرگ معمولی نیست و هر کسی که به دستش کشته بشه تا ابد قرار روحش تو جهنم عذاب بکشه. مرسی که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردید. اگر لذت بردید میتونید با ساب کردن من، کامنت گذاشتن و لایک کردن ویدیو به من کمک کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.